حدوداً در چین آنها تابع بازی‌های سیاست میشن. وابسته از اون که کدام هدف رو اون جانب پیری. تحلیل مسائل سیاسی و بازگوی راه و روش کشورها در برنامه نبض سیاست از رادیو تاجیکستان. سلام علیکم، با شما هستم خیرالله عبدالوهاب. اخیراً سیاستمداران تاجیکستان و ایرانی با اظهار قناعتمندی از سطح و محتوای همکاری‌های دوجانبه آمادگی و رغبت این دو کشور برای گسترش و تحکیم بیشتری مناسبت‌های دوستی و همکاری طرفین در ساحه‌های گوناگون از جمله اقتصادی و تجارتی، فرهنگی و آموزشی و امنیتی تاکید می‌نمایند و سفرهای پرزیدنتان دو کشور به ایران و تاجیکستان نشان از توجه ویژه جانب‌هاست. همایش‌هایی که دایر شد و به نقشه گرفته شده است با حضور پرزیدنتان دو کشور به تحکیم رابطه‌های دو جانبه تأثیر مثبت می‌گذارد. روابط بسیار خوبی میان ایران و تاجیکستان خیلی زمینه‌های تاریخی، زمینه‌های علاقمندی‌های روحی و غیره ها دارن با ایرانی‌ها. رفت آمد گروه‌های فرهنگی، علمی، دانشمندان، تاجران، فرهنگیان و اقتصادچیان و اینا در میان هر دو کشور خیلی در حال گسترش است. برای جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان به عنوان یکی از سه کشور فارسی زبان و کشوری همزبان، هم تمدن، هم فرهنگ در همه ساحه‌ها ما گسترش روابط را در میان هر دو کشور خیلی خوب احساس می‌کنیم. وابسته به رشد همکاری‌های تاجیکستان و ایران که این شب و روز به شکل قابل توجه تلاش‌های این دو کشور برای توسعه روابط در ساحات مختلف از سیاسی و اقتصادی و نظامی گرفته تا فرهنگی و تندرستی افزایش یافته ایستاده است. آگاه مسائل بین المللی سیف الله سفروف میگوید در شرایطی که چالش‌های امنیتی در حال ظهور است و منطقه را تهدید می‌کند، حفظ دوستی جانب‌ها مهم و سری وقتی می باشد. در شرایط حاضر ژئوپلیتیک بعضا ضدیت‌ها، بعضا ناموافقتی‌های منفعت‌های ملی البته به نظر می‌رسند، لیکن ما از با ایران ما باید که دوستی را مستحکم کنیم، چون که یکی از کشورهای بسیار بزرگ منطقه است و همچنین منفعت‌های امنیتی ما با ایران خیلی به هم پیچیدند. زمان یکی از پرزیدنت‌های ایران گفته بود که امنیت تاجیکستان هم امنیت ایران حساب میکنیم و همین گپ ما هم میتوانیم گوییم که امنیت ایران برای ما بسیار مهم است و ما کوشش میکنیم که سهم داشته باشیم تا اینکه مردم ایران هیچگاه به یگان جنگ کشیده نشوند یا اینکه به یگان ضدیت‌های در بین ما حتی به وجود نیایند. خیلی زمینه‌های تاریخی، زمینه‌های علاقمندی‌های روحی و غیره ها دارن با ایرانی‌ها. تمام مردمی که با ما زندگی کرده است در طول تاریخ با همدیگر دوست بودیم، با همدیگر رفت آمد داشتیم و نشانه‌های چون ابوعلی ابن سینا و میر سعید علی همدانی هم ماندن که یکی در ایران تولد شده در کلوب دفن شده است و برعکس ابوعلی ابن سینا در بخارای شریف تولد شده در همدان دفن شده است یا بعدتر به اصفهان برده شده است. عموما در مجموع ما می‌بینیم که ریشه‌های تاریخی هم خیلی چکور و خیلی مستحکم است. در رابطه صاحب نظر تاجیک احمدشاه کاملزاده میگوید جمهوری اسلامی ایران از مهمترین شریکان اقتصادی و تجارتی تاجیکستان میباشد و برای دو کشوری که هم زبان و هم فرهنگ میباشند طبیعی است که همکاری در بخش‌های مختلف اهمیت فراوان دارد. در این یک سال دو سال اخیر روابط خیلی گسترده می شود. رفت آمد گروه‌های فرهنگی، علمی، دانشمندان، تاجران، فرهنگیان و اقتصادچیان و اینا در میان هر دو کشور خیلی در حال گسترش است. ما و شما شاهد هستیم که مثلا چند نوبت در شهر دوشنبه نمایشگاه ساحات گوناگون کشور ایران برگزار گردید و مردم ما از این خیلی خوشحال بودند. همچنین در همه ساحه‌ها ما گسترش روابط را در میان هر دو کشور خیلی خوب احساس میکنیم. مردم این دو کشور
به همدیگر نیاز دارند. مردم این دو کشور، دولت‌های دو کشور به همدیگر نیاز دارند و پشتیبان همدیگر هستند. بنابراین ما امیدواریم و اعتماد هم هست به اینکه از این به بعد روابط هر دو کشور خیلی گسترده‌تر و عمیق‌تر می شود. در این راستا تحلیلگر مسائل منطقه‌ای قاسم بیگ محمد میگوید واقعا این دو کشور همزبان و همفرهنگ دارای پیوندهای تاریخی و میراثی مشترک میباشند. جمهوری اسلامی ایران به صورت طبیعی برای تاجیکستان به دلیل‌های بسیار زیاد و مخصوصاً سابقه مشترک تاریخی، تمدنی، فرهنگی، زبانی و بسیار عامل‌های دیگر باید یکی از طرف‌های مهم در سیاست خارجی تاجیکستان باشد و همچنین برای جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان به عنوان یکی از سه کشور فارسی زبان و کشوری همزبان، هم تمدن، هم فرهنگ و تا حد زیاد هم سرنوشت به صورت طبیعی باید در سیاست خارجی تهرانی از جایگاهی بسیار مهمی برخوردار باشد. طی استقلال تاجیکستان این جایگاه در سیاست خارجی دو کشور وجود داشت و ما شاهدی مراحل از روابط بودیم که دوشنبه و تهران یکدیگر را شریک استراتژی طبیعی عنوان می‌کردند و این جایگاه و قائل شدن چنین یک جایگاه برای کشورهای یکدیگر حرفی فقط سیاسی نبود، حرفی پوچ نبود، بلکه مبتنی و بر اساس منافع ملی دو کشور بود، یعنی بر اساس منافع ملی در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و خاصتاً ژئوپلیتیکی. واقعا در این اواخر رشد همکاری ایران با کشورهای آسیای مرکزی نیز زیاد به چشم می رسد. پس از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی به عنوان پرزیدنت ایران، آسیای مرکزی در اولویت‌های سیاست خارجی این کشور قرار گرفت. او در مناسبت‌های مختلف با پرزیدنتان تاجیکستان و قزاقستان و ترکمنستان و ازبکستان و قرقیزستان دیدار و مجموعه از تفاهم‌نامه‌ها را برای تقویت همکاری‌های تجارتی و فرهنگی و کشاورزی امضا کرده است. قابل تذکر است که تاریخ 4 ایول سال روان ایران در جریان 23مین نشست سران سازمان همکاری شانگهای در دهلی نو به شکل رسمی به عنوان 9مین عضو اصلی این سازمان مهم منطقه‌ای پذیرفته و معرفی شد. تحلیلگران بر این باورند که این رویداد چشمانداز جدید را برای ایران و سازمان شانگهای فراهم می‌سازد، زیرا در کنار قدرت‌های شرقی در چارچوب یک سیاست متوازن پذیرفته شد و دروازه در یک فضای تنفس بزرگ تجارتی در مقابل تحریم‌های آمریکا برایش باز می‌شود. یعنی ورود ایران تکمیل کننده اساسنامه و تحکیم این سازمان است که قرار است آسیا را به محرک توسعه دنیای چند قطبی تبدیل دهد و عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای عامل گسترش و تحکیم مناسبت‌ها با کشورهای آسیای مرکزی شده، چون عنعنه همکاری‌ها در اساس دوستی و اعتماد حسن همجواری براه مانده شده به اجرای هدف و وظیفه‌ها همچنین رفع مشکلات مشترک روانه می‌گردد. با گفته تحلیلگران اگرچه ایران به عنوان یک کشور ترانزیتی دارای اهرام‌های ژئوپلیتیکی است و در مجموع با وجود چالش‌های موجود، ایران به دنبال گسترش بیشتری روابط خود با آسیای مرکزی است، به ویژه در شرایطی که بندرهای این کشور اهمیت استراتژی پیدا کردند، چون بخش عمده تجارت جهانی را تشکیل می‌دهد و برای ایران رابطه با کشورهای آسیای مرکزی بهترین راه برای غلبه بر تحریم‌ها و ایجاد مسیرهای جدید سودمند است. در خصوص اقدامات ایران برای گسترش روابط با کشورهای آسیای مرکزی، خاصه با تاجیکستان و جایگاه این کشور در بخش همکاری با سازمان‌های منطقه‌ای، صاحب نظر تاجیک احمدشاه کاملزاده میگوید: معلوم است که ایران
به عنوان یک کشور مقتدر منطقه ما واقعا در دولت‌ها و کشورهای آسیای مرکزی تاثیر دارد و خودش هم به این بسیار توجه دارد که به این کشورها روابط بیشتری داشته باشد، چون هر کشوری که در سیاست جهان وارد است میخواد جای پای داشته باشد، طبیعی است که به کشورهای همسایه پیش از همه مراجعت میکند و میخواهد که روابطش رو با کشورهای همسایه اول گسترده‌تر و قوی‌تر گرداند تا اینکه پشتیبانی نزدیکی داشته باشد. طبیعی است که ایران هم در دنبال این کارها است و این یک چیز امری طبیعی است برای ایران و برای هر کشور دیگر. از این رو ما طور احساس میکنیم روابط ایران با کشورهای منطقه آسیای مرکزی در حال خوب است. با اکثری از این کشورها خیلی روابط نزدیک دارد و در پرتو روابط تاجیکستان و ایران ما مشاهده میکنیم که ایران با استفاده از امکانات خود و با استفاده از همکاری هایی که با تاجیکستان دارد در سازمان های منطقوی جایگاه خود را قوی میگرداند. این شب و روز در پس منظر حوادث گوناگون ژئوپلیتیکی جهان معاصر، دیگرگونی‌های عمیق سیاسی و اقتصادی صورت گرفته، دنیا دچار بحران سیستموی شده، در نظام مناسبت‌های بین المللی تغییرات چشمگیر به وجود آمده ایستاده است. با گفته آگاه مسائل بین المللی سیفالله سفروف، در این دوره حساس تاریخی روند برتری جویی و مصالحه شوی با شتاب ادامه داشته به نوع حرکت به سمت جهان بسیار قطبی هستیم و در این روند برای جمهوری تاجیکستان مهم آن است که نظام نو جهانی باید از جنگ و نزاع، فشار و زورآوری کاملا آزاد باشد و به همکاری‌های گسترده، برابر و متقابلا سودمند جامعه جهانی اساس یابد. نامبرده وابسته به رشد همکاری دولت ایران در آسیای مرکزی گفت که واقعا تهران خواستار توسعه هرچی بیشتری مناسبات با کشورهای منطقه خاصه تاجیکستان در عرصه‌های گوناگون است. در برابر ضدیت‌های ژئوپلیتیکی که در جهان موجود است و تأثیر زیادی هم به تاجیکستان هم به ایران میرسانند، در بعضی حالت‌ها اونها منفی هستند، در بعضی حالت‌ها مثبت هستند. همین در سه تشکیلات منطقوی همراه بودن ایران و تاجیکستان خودش گواهی آن است که ما میتوانیم به هر شکل یکدیگر را تقویت بخشیم، در هر گونه وضعیت به همدیگر دستیار باشیم، به همدیگر کمک رسان باشیم. از این سبب ما در همین تشکیلات ها وارد شدن ایران و وارد شدن ما هم با اون دو تشکیلات دیگر در مجموع برای همکاری های منطقه‌ای هم زمینه میگذارد. جهانی بسیار قطبه با وجود آمده ایستاده است و در این جهان بسیار قطبه غرب و شرق با هم مقابل ایستادند، گرچند آنها نباید مقابل ایستند و شاید که در 50% موارد مقابل هم نیستند، یعنی به هم دیگر منفعت‌های عمومی هم دارند. به هر حال لیکن هست وضعیتی بسیار تیز و تنده که در اونجا البته شرق و غرب به هم دیگر ایستادند و ما باید که همین مقاومت یا که همین ضدیتی که در بین دو منطقه دنیا با وجود آمده است باید آن را از بین بریم، یعنی سهم خودمان را گذاریم، چون که از این ضدیت‌های بین منطقوی و ضدیت‌های بین میگیم که دو قطب بسیار بزرگی جهان، نه ما، نه ایران، نه روسیه، نه چین فایده نمیبینیم، نه هندوستان، نه پاکستان. همه ما در همون حالت منفعت خواهیم برداشت که این قطب‌ها به هم نزدیک شوند و منطقه ها هم به هم نزدیک شوند. رقابت ها به اساس هستند. رقابت ها این رقابت های البته سیستمایی یا که نظامی هستند، به معنای نظام ها با هم دیگر مقابل هستند، لیکن خود مردم خیلی هوسمند است که مثلا ایرانی ها تاجیکستان بیایند، ازبکستان روند یا اینکه چین روند و همین طریق چینی ها و تاجیک ها هم میخواهند که در ایران باشند، روس ها هم همچنین میخواهند که در ایران باشند و تماشا کنند و بینند و من تمام دنیا میخواهد ایران را بیند یا تاجیکستان را بیند. در این مورد ما باید که البته کوشش کنیم که سهم معین خود را در به هم آمدن هر دو قطب جهان یا که همه منطقه ها گذارند.
به گفته تحلیلگران در دوره رقابت قدرت‌ها برای نگاه داشتن نفوذ خود در منطقه آسیای مرکزی، جانب ایران واقعاً یک دیپلماتی فعال در منطقه را دنبال می‌نماید. در رابطه قاسمی بیگ محمد، تحلیلگر مسائل منطقه‌ای، اطراف رقابت ژئوپلیتیکی بر قدرت‌های جهانی از جمله روسیه برای نفوذ بیشتر در منطقه آسیای مرکزی که رو به افزایش است میگوید: دهه استقلال کشورهای آسیای مرکزی، ایران در منطقه ما هیچ اقدام انجام نداده است که موجب نگرانی قدرت‌ها و شریک‌های مهم تاجیکستان و همچنین آسیای مرکزی مانند روسیه و همچنین چین بشود. ایران با روسیه خاصتا در آسیای مرکزی رقابت ندارد و منافع طبیعی روسیه در آسیای مرکزی را میشناسد و قبول دارد. همچنین در آسیای مرکزی به لحاظ استراتژی و همچنین منافع امنیتی و نظامی هیچ اختلاف همچنین با کشور مهم همسایه ما چین ندارد. رقیبان سنتی جمهوری اسلامی ایران قدرت‌ها و کشورهای دیگری هستند که فکر می‌کنم آنها نیز با شناختن حق طبیعی تاجیکستان همان گونه که در سالهای گذشته و در مرحله که مناسبات میان دوشنبه و تهران خوب بود، مناسبات بسیار گرم و صمیمی بود، آنها حق داشتن روابط خوب میان دو کشور را پذیرفته بودند و ما فکر میکنم که این ظرفیت دیپلماتی را دارا هستیم که با نگرانی های کشورها یا قدرت های در این رابطه بتوانیم پاسخ قانع کننده بدهیم و منافع ملی خودمان را در روابط با جمهوری اسلامی ایران لحاظ و برآورده بکنیم. یعنی به گفته همصحبتان هم رابطه‌های گوناگون جنبه ایران با تاجیکستان و دیگر کشورهای منطقه در آینده نیز به نفع مردمان انکشاف خواهند یافت. با شما بودم خیرالله عبدالوهاب تا نشرهای بعدی. خیر.